بالاخره 207 مدل 80 مون تو این قسمت رنگ میشه. درست شنیدی، مدل 1380. کسایی که از قبل پیج دارن میدونن که این ماشین یه 206 مدل 80 که ما خودمون به 207 تبدیلش کردیم و خاص‌تر از خود ماشین رنگیه که براش انتخاب کردیم. تو قسمت قبلی دیدیم که ماشین آستر شده بود، ولی یه بار دیگه رو ماشین آستر هم رنگ خوابوندیم تا اوس محمد ایرادگیری نهایی رو بکنه و بریم برای اجرای رنگش. بعد از ایرادگیری نهایی ماشین برای بار سوم آستر هم رنگ و بعد از سنباده زدن آستر ماشین رو حاضر کردیم که بره برای اجرای رنگ خاصش. و بالاخره لحظه موعود رسید. این شما و این رنگ مشکی راک ژاپن. سلام علیکم. تو قسمت‌های بعدی ماشین رو کامل مونتاژ میکنیم و میریم برای نصب رینگ و پنوماتیک. پیجمون رو داشته باش تا قسمت‌های بعدیمون رو از دست ندی.